من در یکی از گلستان‌های شهدای عزیز توی یکی از شهرها قدم می‌زدم. رسیدم به یه قبر شهید عزیزی. عکس پیرمردی بود، روی قبر نوشته بود خمینی جون. گفتم چیه قصه؟ گفت ایشون از بس عشق به امام و محبت به امام داشت، اصلا به نام امام صداش می‌زدن. ولی ایشون تو جزیره میامد رو دپو، رو خاکریز، مستقیم دشمن داره تیر میزنه، خمپاره میزنه، ترکش و تیر، از گزندش کسی در امان نبود. آستیناشو میزد بالا، راحت میامد اون طرف خاکریز، یه برکه آب، راحت وضو میگرفت و میامد با آرامش نمازشو میخوند. بهش گفتیم چه کار میکنی؟ گفت من فقط یه آیه و جعلنا میخونم، فقط یه آیه و جعلنا. این باوره، این اعتقاده. با همین اعتقاد دشمن بتواند ظرف 10 دقیقه، ای که گفته می شود گاهی، دشمن بتواند ظرف 10 دقیقه همه مواضع ما را بزند، این پیداست ضعف در اراده ایمان دیگه. ما بسیجی 13 سالمون رفت، 11 تا عراقی رو اسیر کرد آورد. این به برکت ایمانه. ما اگر خدا رو داریم چه باکی داریم، چه ترسی داریم.